من مهمون ویژه‌شون هستم. امروز میخوام یه برنامه بگیریم براتون، جوک‌های شوهر عمه‌ای که هر گروهی که کمتر بخنده امتیاز بیشتر میبره. دو تا از مهمون ویژه ما هستن. اینترو برنامه شروع کردن. خیلی حرفه‌ای. خیلی هم زیبا. خیلی حرفه‌ای. هر کی کمتر بخنده اون بازی برنده است. یاد ببین چی میشه. جوکاتون آماده است شما؟ بله. گروه A. نه اسم برای گروهتون یه اسم انتخاب کنید شما. سنبول‌های زیبا. ما قنبل‌های زیبا. نه اصلا منو باخته. قنبل‌های زیبا، سنبول‌های زیبا. چرا ماهی حرف نمیزنم؟ نخند دیگه بابا. میدونی وقتی فسنجون رو صدا میکنن چی میگه؟ چی میگه؟ جون فسنج. یه امتیاز برای سمت. چرا اگه جوک تعریف کنی خودش میخنده؟ چند تا رنو با هم دیگه تصادف میکنن. چی میشه؟ چی؟ چند تا چی؟ چند تا رنو، ماشین رنو خدا با هم تصادف میکنن. چی میشه؟ همدیگه رو میگن. چقدر بی تربیتی. خب میدونی چرا تو جعبه میوه ها روزنامه میذارن؟ چون وقتی میوه ها تو انبارن حوصله‌شون سر نره. چرا سیب از درخت افتاد؟ دلش خواست. چون حوصله‌اش از نیوتن سر رفته بود. میدونی توی قطب جنوب به رنگ سرمه‌ای چی میگن؟ چی میگن؟ قطب تو جنوب. قطب جنوب به رنگ سرمه‌ای چی میگن؟ رنگ سرمه‌ای. خیلی. وقتی میوه ها ناراحت میشن چی میشه؟ حسن. خار و شدید میشن. چی با مزه؟ میدونی خرسا هر وقت بخوان چت بکنن چی میکشن؟ چی شد؟ میدونی خرس ها هر وقت بخوان چت کنن چی میکشن؟ چی میشه؟ پول. چون پول علف خرسه. پول میکشن. پول علف خرسه. برو علی بی‌مزه بود. اولش خنده دار بزن. چرا ماهی ها حرف نمیزنن؟ چون همیشه چی؟ دو نخند دهن باز نشده. آقا دهن باز نشده. چون همیشه تو آب دهنشون پره. یه بار دیگه تقاضای میدونی به بوزی که دیابت داره چی میگن؟ چی میگم؟ بوز قندی. وقتی درخت ها گوشتشون میشه از چی سفارش میدن؟ چی؟ درخت وقتی گوششون؟ درخت ها گوشتشون از چی سفارش میدن؟ چوب شور؟ اسنپ کود. آقا خندی. واقعا ادیتور باید این چیزا رو ببینه. ادیتور لطفا حواست باشه. آخه من چه کارم؟ یه بار یکی میرم تو آشپزخونه دنبال کتی بگم. این من نگاه کنم کتی نیست. اون من نگاه کنم کتی هست. چقدر اون بازه؟ یه چه بعدی میخوری خندید 3-1 ما. 3-1 ما. ادیتور باید این چیزا رو ببینه. ادیتور لطفا حواست باشه. نه حواست سی. یارو در همون باز میکنه که بخارا برن و یه یهوی سمرقند اشتباهی میاد تو. سمرقند چیه؟ چی بخندیدی؟ دو تا گوجه دعوا میکنن. آقا به من گوش کنید جفتتون ببخشید. دو تا گوجه دعوا میکنن. یه گوجه سبز جداشون بکنن. بهش میگن سه تو برو کنار. خاله هرچی بگه باش کن خاله. طرف دیوار. یکم دیگه. واقعا برو. می‌رسی. بعدی چیه؟ میدونی تخم خر به کی میگن؟ نه. کسی که میره تخمه میخره. با عدد بچه. جوکامو خیلی بی‌مزه. من میگم راند آخرش کنیم. اگه حمایت رفت بالا یه پارت دیگه هم بگیریم. حمایت رفت بالا. چیزای تعریف کنیم. چیزای بخند. خاطره تعریف کنیم. حالا بذاری اولی رو بذاریم. نظرم تو اون خاطره هر رو تعریف کنی خود یوتیوب تو میلیونی میره بالا. خاطره تو نمیتونم بگم. یه یه ذره چیز سره. خصوصیه. خصوصی.
نه خصوصی نیست، اسپویل میشه بعد اسپویل میشه. ترسناک بود؟ نه همون خاطری که چی؟ بابا رفته بودی توی چیز آها مورد داشتیم مرد زیر تابوت زنش از بس خوشحال بوده به جای لا اله الا الله میگه لا اله ای والله لا اله. حالا با ویدیو رو قطع کنید دیگه 4 تا شد. ویدیو تمام شد بچه‌ها. چی یادش میگه خودش میخنده. خود لا اله الا الله رفت. لا لا واقعا لا اله الا الله به حال من با این هم تیمی. خب سنبول تو هم آخرش رو بگو یا ما بگیم؟ قنبل تو بگو. بگو من خندم میگه. لا اله ای یه روز یه والله. بتونه بود بتون. یه دستشون گفتیم بتونه بعد بتونهش میگه نه. داشتم قصه میخوردم مو توش دیدم دیگه نخوردم. پیدا شد. یه نفس دیگه. خیلی آشغالی. میدونی چرا همیشه نارنجیه؟ چون بهش میاد. کسی بود. خیلی کسی. تمام شد. یکی دیگه بیاد تو خدا. بگو بذار یکی. شما رو بخنده. اینا بگم تو بخرید. بیمزه دیگه. اگه اسکلت بالا دیوار بپره پایین چی میشه؟ چی؟ اگه اسکلت اینو تو اون یوتیوب از ویدیو بالای دیوار من گفته بودم. تو پارک بودیم. من یادش هم نیست. ولی نمیدونم چی یادم نیست منم. اگه اسکلت هم با نگه کجا اگه اسکلت بالای دیوار بپره پایین چی میشه؟ من گفته بودم. این کار نمیکنه جیگر نداره. یادته؟ تکراری بود یکی دیگه. لا اله ای والله لا اله ای والله. نه باید تماش کنیم. تو هم بگو یاد بده. من ندارم دیگه. تو بگو. یه دونه بگو اینو بخنده من یه بامزه ترین گفت چی تو رفته بودی چیکار کنی اگر برداشتی اجازه بدی ما ویدیو رو تمامش کنیم. ما میخوایم ویدیو رو تمام کنیم. باشه. وقتی میگه قبول دوستان ویدیو تموم شد. گروه سنبول‌های زیبا باخت و قنبل‌های زیبا برنده شد. من این ما مسابقه رو جفتیم. به مادر قنبل باختم. زیبا. از خودی آره بعد باختن. من قبول ندارم چی؟ ویدیو چک. ویدیو چک تقاضای ویدیو چک بیار بیار کنید میتونه. امیدوارم که میتونه حمایت بکنید و همه چی فیلتر شکنه. امیدوارم که حمایت کنید و پارت 2 شو بسازیم همراه با مهمونای نکنم حمایت کنم. آره فیش نکنم. دوستتون دارم. من از دست مامان از دست کی شما بذار قطع کن تو قرآن. چه خدافظی طولانی شد. خب خدافظی من نمیدونم چی بگم. گودبای.